امروز میخوایم با هم به یکی از هیجان انگیزترین رویدادهای ورزشی دنیا بپردازیم، یعنی المپیک 2024. این بار المپیک توی شهر رویایی پاریس برگزار شده و این خبر بزرگی بود برای همه ورزشکارا که خب خوش به حالشون. اول از همه بیایید یه نگاهی بندازیم به کلیت المپیک 2024. این رویداد بزرگ از 26 جولای تا 11 آگوست 2024 یا همون 5 مرداد تا 21 مرداد 1403 طول میکشه و همونطور که میدونید توی پاریس در حال انجامه. جالب ترین چیز اینه که آخرین باری که پاریس میزبان المپیک بوده برمیگرده به سال 1924، یعنی دقیقاً 100 سال پیش. حالا بعد از یه قرن این شهر زیبا دوباره میزبان این رویداد جهانی شده، اما با این تفاوت که این بار همه چی خیلی جذابتر و مدرن‌تر از همیشه خواهد بود. پاریس با اون برج ایفل معروفش، خیابون‌های شیکش و تاریخچه فرهنگی غنیش یه انتخاب فوق‌العاده برای برگزاری المپیکه. مسابقات توی نقاط مختلف شهر و حتی مکان‌های تاریخی برگزار میشه و این یعنی هر گوشه‌ای از این شهر جذابیت خاص خودشو داره. اما حالا بیاید یه نگاهی بندازیم به یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این بازی‌ها، یعنی زیباترین زنان ورزشکاری که قراره توی المپیک 2024 بدرخشن. این ورزشکارا فقط به خاطر توانمندی‌های فوق‌العاده‌شون معروف نیستن، بلکه به خاطر استایل و زیبایی خاصشون هم مورد توجه زیادی قرار میگیرن. نفر اول این لیست آلیسا اشمیت. احتمالاً همه این خانم رو بشناسین، چون جدای از دنیای ورزش توی فضای مجازی هم محبوبیت زیادی داره. آلیسای 25 ساله که لقب زیباترین زن ورزشکار جهان رو هم به دوش میکشه، توی مسابقات 2 امدادی 4x400 متر برای کشور آلمان به رقابت میپردازه. درسته که این اولین حضور آلیسا اشمیت توی مسابقات المپیکه، اما این خانم از قبل برای خودش هوادارای زیادی رو از سراسر جهان جمع کرده و قرار حسابی مورد توجه قرار بگیره. ظاهر خیره کننده این خانم باعث شده که توی اینستاگرام بیشتر از 5 میلیون فالوور داشته باشه و به یکی از جذابترین زنان ورزشکار دنیا تبدیل بشه. از افتخارات آلیسا اشمیت بخوایم صحبت کنیم، میتونیم به این اشاره کنیم که اون توی مسابقات کشوری و بین‌المللی در مجموع برنده 1 مدال نقره و 1 مدال برنز شده. نفر بعدی مولی کادری. این خانم ورزشکاری 24 ساله اهل بریتانیا هستش که توی رشته پرش با نیزه فعالیت میکنه. مولی کادری یکی از مدعی‌های کسب مدال طلا توی این رشته به حساب میاد. اون اخیراً با رکورد شکنی و پرش 4.92 متری مدال طلای بازی‌های داخل سالن جهان و مال خودش کرده. نفر بعد ناتالیا کاچمارک. این خانم دونده 26 ساله لهستانی با سابقه کسب مدال طلا و نقره توی المپیک توکیو امیدواره توی پاریس هم بدرخشه. همچنین اون رکورد ملی 2.400 متر توی لهستان رو هم توی سوابق خودش داره. نفر بعد یولیا لوچنکوی اوکراینی که قراره توی رشته پرش ارتفاع با حریفای خودش به رقابت بپردازه، با پست کردن عکس‌هایی از خودش تو فضای مجازی مورد توجه زیادی قرار گرفته. این سومین باره که اون نماینده اوکراین توی رقابت‌های المپیکه. اون همچنین توی المپیک 2016 ریو و 2020 توکیو زیر پرچم اوکراین رقابت کرده بود. یولیا لوچنکو همچنین 2 بار موفق به قهرمانی توی مسابقات زیر 23 سال اروپا شده. نفر بعد آلیشا نیومن ورزشکار 30 ساله کانادایی رشته پرش با نیزه هم توی این المپیک شرکت کرده. اون اخیراً توی مسابقات 2 میدانی لیگ الماس لندن هم دوم شده. آلیشا نیومن قبلا هم توی 2 دوره المپیک شرکت کرده بود، اما متاسفانه هیچ مدالی کسب نکرده. نفر بعد لیک کلاور دونده 25 ساله هلندی، یکی از رقبای جدی آلیسا اشمیت برای تصاحب مدال طلا توی رشته 2 4x400 متر به حساب میاد. اون توی المپیک توکیو 2020 شرکت کرد، اما موفق به کسب مدال نشد، ولی تجربه بیشتری به دست آورد که توی المپیک امسال بهش کمک زیادی میکنه. نفر بعد لوانا آلونسو شناگر 20 ساله اهل پاراگوئه که امسال برای دومین باره که توی المپیک شرکت کرده. لوانا آلونسو توی سن 11 سالگی شنا کردن رو شروع کرد و توی بازی‌های جوانان آمریکای جنوبی 2022 3 مدال طلا کسب کرد. اما اگه بخوایم از این موضوع
خارج بشیم و به موضوعات دیگه درباره المپیک 2024 بپردازیم، چالش‌ها و حواشی این المپیک نظر ما رو جلب میکنه. با توجه به میزان بالای تجمعات و حضور ورزشکاران و تماشاگران از سراسر جهان، امنیت یکی از بزرگترین دغدغه‌های برگزار کنندگانه. توی پاریس تدابیر امنیتی به شدت افزایش پیدا کرده و پیش بینی میشه که برای مقابله با تهدیدات ممکن، نیروهای امنیتی به طور گسترده تو محل‌های برگزاری حضور داشته باشند. همچنین هزینه‌های بالا و فشارهای مالی ناشی از برگزاری المپیک به اعتراضات مردم منجر شده و مردم حسابی ناراضی‌اند. کشورهای برتر که تا الان موفق به کسب مدال شدن هم به این صورته که ژاپن در حال حاضر رتبه اولو داره. همچنین امسال توی المپیک از فناوری‌های پیشرفته‌ای استفاده شده که اگه بخوام مثال بزنم میتونم به این موارد اشاره کنم. فناوری‌های پوشیدنی که تمام عملکرد دقیق ورزشکارها رو زیر نظر میگیره و مربی‌ها میتونن با توجه به اونا استراتژی‌های مختلفی رو در پیش بگیرن. یا مثلا واقعیت مجازی یا همون VR یا واقعیت افزوده یا AR وجود داره که تماشاگران با استفاده از اونا میتونن لذت بیشتری از تماشای مسابقه ببرن. یا اگه بیشتر بخوایم از فناوری‌های پیشرفته مورد استفاده حرف بزنیم، میتونیم در آخر به پخش زنده با کیفیت 8K یا داوری و قضاوت با هوش مصنوعی و استفاده از پهپادها و سیستم امنیتی فوق پیشرفته توی این دوره از المپیک اشاره کنیم. همچنین اگه دوست داشتید مسابقات جذاب المپیک رو تماشا کنید، پیشنهاد من بهتون شبکه 3 سیما هستش که به صورت سالم رقابت‌ها رو پخش میکنه و میتونید نگاه کنید و لذت ببرید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، ممنون میشم سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم یادتون نره.